ببخشین برگه منو تصحیح نکردین؟ شما اون روز دیر اومدین براتون غیبت رد شد، برای همین ورقتون تصحیح نشد خانم. خب حالا یه نگاهی بهش مینداختیم نمیمردی که. خانم گوهر احمدی، من برای وقتم ارزش قائلم، نه مثل شما که معلوم نیست این همه سال چیکار میکردین و الان یاد دانشگاه افتادین. من یک کلمه دیگه حرف بزنید میفرستمتون برید این درس رو حذف کنید. آقای دکتر بله. آقای دکتر بله. تو رو خدا یه دقیقه وایس. ببین این مایده روزنامه قبولی کنکور سال 52 شما نفر 11 شدی. عباس احدیان. بخونیم نفر 10 کیه. گوهر احمد شمایی؟ اون سال این دانشگاه فقط 10 نفر واسه پزشکی قبول میکرد. من به قید شوهرم نشستم خونه، بچه‌م پسرم خلیل رو بزرگ کردم. شما به جای من اومدی شدی دکتر احدیان.